سلام دوستان، بالاخره با تلاش‌های فراوان من تونستم از اینای تریبون بگیرم. میدونی که 46 سال اینا به کسی تریبون ندادن، کسی نمیتونه حرف بزنه. آقا این تلفن چیه؟ نمره بالتونی. خب حل. تو برنامه آناناس قراره بپردازیم به تمام سوژه‌های دنیا و جهان و همه جا دیگه، ایران و اینجا ما یه آناناس داریم خدمت شما که اینو از سر کوچه گرفتم. قراره اینجا دکور بزنن نرسید، حالا ما با همین آناناس کار پیش میبریم. خب بریم که اولین سوژه رو داشته باشیم. بلیت کنسرت یک ایرانی تو دبی از کنسرت جنیفر لوپز گرونتر شده. فکر می‌کنی کیه ایرانیه؟ نه بابا. نه عزیزم. محسن لرستانی عزیز. آقا یه لحظه بزن دنده یک واسه که خلاص مثلا. بچه اشتراک این دو عزیز چیه؟ بیمه بدنه. یه نفره خودش بیمه میکنه. اونجا هر کسی که محسن لرستانی گوش میده خودش بیمه میکنه. خودش رو سر تا باشه که همش باید بیمه بکنه، خطریه. بعدش هم تعجب نداره که تعجب میکنه. ما ایران کلا ساختار شکنیم، ساختار گریزیم. ما اینجا آیفون 13 از 16 گرونتر میخریم. کویکو از هیوندا گرونتر میخریم. کلا واسه خلاف جناب نباشیم، آدم خاصی هستیم کلا. اسم من دیان نیام جلوی چشایم دیان نیام. بالاخره آقای رائفی پور صداش در اومد. گوش کنید. یه لحظه واکنش استاد شجریان خیلی جالب بود، ببینید. من به نظرم این دوتا عزیز با هم روبرو نشن، یه خود خطریه. پخش سریال تاسیان به دلیل نداشتن مجوز تولید و پخش متوقف شد. من به نظرم خیلی عجله کردید، تازه 3 قسمت رفتم. همین جوکر فصل دوم بخش بانوان که رسید خبر توقیفش اومد. ستاد مبارزه با ظلم علیه زنان اومد واکنششون بدین، اینا گفتن نه صبر کن، ما به خاطر بخش آقایون اومدیم خبر توقیفش پخش شده اینا. اما سر همین تاسیان هم شما عجله کردید. ما حالا درسته یکم خلاف واقع بود، مثلا ما چیزایی که ما خونده بودیم از جلال آل احمد و محمود دارالتبادی یکم متفاوت بود، ولی نمیذاری چرا پخش بشه، نمیذاری چرا اون ایران رویایی رو آدم ببینه. حالا همین زمان شاه چیزی زنگ میخوره، سیم نداره. جانم آی جنتی کی جلوشو گرفته؟ من منظورم همین ساترا و ستاد امر معروف بود. بله قشنگ مشخص بود. دفعه دیگه هم تکرار نشه. چش. عرض میکردم باید آدم بدون ترس واهمه حرفشو بزنه. به نظرم خیلی کار خوبی کردن متوقف کردن. آدم باید واقعیت نشون بده. چرا قشنگه؟ آره. اسمش چیه؟ تاسیان. مجوز داری ها؟ حتما داره پخش میشه. آجی سابقی چقدر مهربونشون داده. بوده دیگه. همون بوده؟ آره بالاخره پیش اومد. آقا زمانش هم خوب نبوده همه چی که. گیر نده دیگه. چون پدر بزرگم خودش تو گارد شاه بوده. خیلی اوکی بوده. داره میرفسه. متوقف کن. متوقفش کن. امروز چهارشنبه است. تایم بذاری تموم. شنبه. از شنبه. به نظر باباش میذاره دختر برسه. به نظرم بذاره. آره چیزی که من میبینم. قشنگ مشکل داره. تو پرانتزم یه خدا قوت به بخش نهی از منکر ستاد امر معروف بگم که از بخش امر معروفش خیلی فعال‌تره. آقا یه خبر تکراری دارم. دلار و سکه و طلا همه چی رفته بالا. دیگه سر شدیم دیگه نمود این قضیه. حالا من چند روزی تصمیم مهاجرت گرفتم. از موقعی که تصمیم تو ذهن من اومده اکسپلور هم دیدن داره. ببین نگاه کنید. من هر جا برم قطعاً به زنده بودن من اونقدر بها نمیده که خاک خودم به زنده بودن من بها میده، چون من ریشم تو این خاک. من 4 سال آمریکا بودم، 2 سال هلند بودم، فرانسه، جای دیگه رفتم گشتم. یک روز آمریکایی که بچه‌ها به من گفتم من دارم میرم، گفت که بمون، ایران زندگی سخته. من جمله‌ای که بهش گفتم الان دارم میگم، گفتم ببین ایران سخته، منتها اینجا بی‌معنیه. من سختی رو به بی‌معنایی ترجیح میدم. اروپا لامصب این باطلاقه، وقتی واردش میشی دیگه هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. الان برگردم ایران، نه ماشین دارم، نه خونه دارم، نه کار دارم، نه دیگه اون جوونی 15 سال پیش دارم.
شد شما بعد از این همه سال 40 سال ایتالیا زندگی کردید، چی شد برگشتید ایران؟ برای اینکه ببینید خوشمزه ترین غذای دنیا یه جا دیگه مزه نمیده. عادل فردوسی پور یه حرف خیلی قشنگ زده. زمانهای مایلی کهن یا دعوت نمیشد به تیم ملی یا کم دعوت میشد یا کم بازی میکرد. نمیدونم، من حس میکنم شاید تو اون مقطع اگه ادموند بزیک جزء اقلیت ها نبود خیلی بیشتر در تیم ملی بازی میکرد. راست میگی یا آقا نگاه متحجرانه چیه شما دارید؟ حتی من مثلا از مذهبی باشه، مثلا رضا عنایتی آقای بنده خدا هم زیاد دعوت نمیشد همش باشه، این نگاه خوبی نداره شما به اقلیت ها. به نظر من آقا آندره تیموریان کاپیتان تیم ملی بود. حالا یه دونه دستشون در رفته دیگه. تو چی آقا جانی هم آقا دنبال چی هستی شما برادر من؟ آقای فردوسی پور شما دنبال چی هستی؟ رسیدیم به بخش ویژه این برنامه به اسم خوب بد آناناس. خوب شامل کسی میشه که حالا اونو خوب کرده، با صفا بوده، مشتی بوده. بعدم شامل کسی میشه که اصلا کام ما رو تلخ کرده، زدار زده. آناناس هم حواله میشه به کسی که سراسر تناقض بوده، اصلا آدم کج کوله‌ای بوده. بریم ببینیم شامل کیه. خوب این هفته میرسه به اون نگهبان با مرامی که وقتی دید بابای بچه توان نداره بچه رو بیاره داخل بیمارستان، با دکتر رفت بچه رو گرفت رسون دست پزشک. نمشه بعد این هفته هم نیومدن آقای کریستیانو رونالدو بود برای بازی صلاح النصر. خانم ما اینجا نمیدونیم چیکار بکنیم، کلی الان اتفاقات هست. مثلا فرش ما الان داریم اینجا رو دستمون مونده، نمیدونیم به کی فرشا رو بدیم. کلی تجهیزات صخره‌نوردی گرفته بودیم که بچه‌ای که از کوم می‌خوان برن بالا، الان دستمون مونده، نمیدونیم به کی بفروشیم کلا اینا رو. واسه عملیات راپل کنیم از هتلش، از اون بالا بچه‌ها بپرن پایین، من تو اتاقش. این الان گیر کرده. راننده اتوبوسا چیکار کنن؟ 200 کا فالوور گرفته بودن، من خود روز اول 200 کا فالوور گرفته بود. راننده اتوبوسه. الان اینجا این مونده دستمون دیگه. و اما آناناس این هفته آقای عباسی کارگردان عنکبوت مقدس تو گلدن گلوب امسال اومد یه سری صحبتو کرد که آقا به خانم‌ها خیلی ظلم شده و ال شده و فلان شده. خبر اومد که تو همین جشنواره یه خانمی تعرض کرده و از همین جشنواره اخراجش کرد. خواستم بگم که از طرف تمام زنان دنیا که به اسمشون سوء استفاده کردید، این آناناس تقدیم میشه بهتون با شاخ و برگاش. خب قسمت اول برنامه تموم شد. امیدوارم که قسمت آخرمون نباشه و بزن حرفمون رو بزنیم راحت. آناناس